سلام دوستان عزیز، نوشین نیکفرجام هستم در برنامه دانش و آگاهی در تلویزیون عصر امروز و باز یکی از دوستان بسیار عزیز مهمون من هست خانم الی ادهمی. سلام عزیزم، چطوری؟ سلام، مرسی. خیلی ممنون که بالاخره برگشتی شما تو برنامه. جوش برگشت. آره، الی جون از ماه اکتبر تا حالا قراره که بیان ولی وقت نکردن و خیلی من خوشحالم که امروز برگشتن. یادم هم رفت که از همتون بگم بهتون که امیدوارم که همتون سالم و خوب و خودش رو سر حال باشین هر جای دنیا که هستین و دارین برنامه ما رو میبینین. مقدمه کوچیکی راجع به خانم ادهمی بهتون میدم و ایشون چون چندین بار تو این برنامه بودن ما راجع به چیزهای مختلف صحبت کردیم. خیلی دلم میخواد که اگر دوست دارین حتما برگردین و چه در برنامه چهره ها چه در سوشل میدیای ما دو نفر و یا یوتیوب من شما میتونید برنامه قبلی ایشون رو ببینین و اطلاعاتی که دادن راجع به ازدواج رو حتما مشاهده بکنین و ازش یاد بگیرین. خانم الی ادهمی یک روان درمانگر و مشاور ازدواج و خانواده هستن که تخصصشون تو روابط پرتنش هستش. مدرک فوق لیسانسشون رو در روانشناسی با تاکید بر سیستم‌های خانوادگی دریافت کردن از دانشگاه فیلیپس و تز دانشگاهیشون رو درباره تحقق بر روی تاثیرات منفی ضربه‌های روحی و آسیب‌های روانی دوران کودکی بر روابط رمانتیک و عاشقانه دوران بزرگسالی نوشتن و این تحقیقشون در دانشگاه فیلیپس به انتشار رسیده و میدونم که میتونن که حتما اینو برن پیدا بکنن اگه دوست دارن، به خصوص دانشجوها، و اینو بخونن و ازش یاد بگیرن و روش هم جزء تحقیقاتشون از استفاده بکنن. خانم ادهمی با عقیده بر این هستن که سه بعد روانشناسی، روانکاوی و فرضیه های وابستگی و سیستم خانوادگی اساس روان درمانی هست و تجربیاتی که از روانکاوی در مرکز میپل کانسلینگ سنتر به دست آوردن رو همیشه اجرا میکنن و همکنون در شهر بیورلی هیلز در مطب شخصی خودشون به تمام هموطنان و افراد دیگه‌ای که بهشون رجوع میکنند میرند و کمک میکنند. در هفته‌های پیش ما راجع به مزایای مشاوره قبل از ازدواج صحبت کردیم و امروز بحثمون خیلی جالبه برای اینکه راجع به داشتن سکس قبل از ازدواج میخوایم صحبت کنیم. بله، در رابطه جنسی قبل از ازدواج. بله، خب خیلی خوش اومدی عزیزم. مرسی. خیلی دلمون برات تنگ شده بود. تhank you. خیلی ممنون از دعوتتون. خیلی ممنون. خوشحالم که اینجا با شما صحبتی خواهیم داشت و سلام به بینندگان عزیز. خب شروع کنیم ببینیم نظر شما چیه راجع به این موضوع. وقتی که با هم صحبت کردیم که سوژه امروز رو چی بذاریم بیست آن اون صحبتی که قبلا داشتیم راجع به مزایای مشاوره قبل از ازدواج، یه قسمت به خصوصش من چه با فردایی که کار میکنم که شخصا اومدن پیش مراجعه کردن برای شناخت بیشتر از خودشون و تشکیل دادن یه رابطه سالم قبل از ازدواج، یا زوجهایی که پیشم میان برای پریمریال کانسلینگ، موضوع روابط جنسی قبل از که به ازدواج بخواد برسه رابطه چیزیه که خیلی پیش میاد که هم فردی راجبش صحبت میشه و هم با زوجها. برای همین فکر کردم که این خودش میتونه یکی از اون قسمت‌ها باشه که بیشتر روش یه ذره اتنشن بذاریم صحبت بکنیم. خیلی درسته. این اتفاقا قبل از اینکه شما برسین من داشتم با پوری جون صحبت میکردم و پوری جون هم گفتن، خانم هوشیار نژاد، که الان این روزا که همه قبل از ازدواج با هم دیگه میرن آپارتمان میگیرن و شروع میکنن به زندگی کردن و اینا به صورت خواهر برادر زندگی نمیکنن، در هر صورت یه تماس جنسی و اینا دارن. بله. خب حالا ما میخوای از اون شروع بکنیم یا میخوای اصلا از
بیخوبون شما نظراتتو بگی که آیا اصلا این کار درسته، درست نیست، اصلا برای شناخت یک نفر برای زندگی آینده آیا اصلا تماس جنسی رو باید داشت قبل از ازدواج یا نه. میدونم اینا دلایل خیلی چیز داره، روانکاوی داره، دینی داره، هزار تا چیز داره. بله. ولی الان در این قرن 21 ما خیلی چیزا اصلا عوض شده در تمام دنیا، نه فقط در آمریکا. من میدونم که در ایران هم خیلی الان هستن که مثل این که وقتی که نامزدی میکنن یا همون به قول معروف صیغه یه صیغه میخونن که به هم دیگه حلال باشن و اینا، با هم شروع میکنن زندگی کردن تا ازدواج کنن. بله. یعنی این فقط مختص ممالک خارج نیست. درسته. حالا شما به من بگین که چی فکر میکنین؟ خب ببینین نوشین جان، موضوعی که هست اینه که ما قصدمون از رابطه چیه. هر کسی هر نوع رابطه خب میتونه داشته باشه، هر کاری هم که دلش بخواد بتونه انجام بده. قصد من برای برنامه امروز بیشتر این هست که اگر که ما هدفمون ازدواج هستش و داریم روی یک رابطه کار میکنیم که به ازدواج میخوایم کشیده بشه، چه مراحلی رو این باید طی بشه توی این ایجاد، یعنی چه نوع رابطه رو باید ایجاد بکنیم که بتونه ازدواج موفقی باشه. یعنی امروز داریم بیشتر فقط از لحاظ روانشناسی بحث میکنیم راجع به کسی که قصدش ازدواجه. یعنی هیچ جاجمنت یا اپینینی نیست راجع به هر کسی برای هر نوع چیزی که داشته، رابطه‌ای که بخواد داشته باشه. حتی اگر کسی که قبلا روابط جنسی رو داشته، اوکی، ولی الان برای قصد ازدواج توی یه رابطه‌ای هست، بازم ما داریم راجع به اون صحبت میکنیم. یعنی موضوعی نیست که اصلا طرفم تا حالا رابطه جنسی نداشته. تشکیل یک ایجاد یا رشد رابطه سالم عاشقانه دراز مدت که قصدمون این هست که به ازدواج این رابطه برسه. حالا اگر که بیایم توی این مراحل رابطه جنسی رو معرفی بکنیم، چه تأثیراتی روی رابطه میتونه داشته باشه؟ فکر کنم اگر که راجع به مراحل ساختن یه رابطه سالم صحبت بکنیم، بعد اینجا بیایم راجع به روابط جنسی و روش اد بکنیم، این بیشتر خودش رو بتونه نشون بده که راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم. مثلا توی مرحله اول که وقتی که با یکی آشنا میشیم، خوشمون میاد که باهاش کانتینیو کنیم، دیت کنیم، بعد از دیت اول دوم خیلی چیزای فیزیولوژیکلی توی بدن ما شروع میکنه عوض شدن. خیلی هیجان داریم، تپش قلب داریم، سرخ میشیم، هیجان داریم، دائما توی فکر هستیم راجع به این شخص، راجع به رابطه که به کجا ممکنه این بشه، حتی فکرایی که از کنترل خودمون دوره، نمیتونیم که، یعنی we don't have control of ourselves، داره برامون پیش میاد. این یه مقدار چیزای فیزیولوژیکلیه که اون هیجان اول رابطه داره پیش میاد. متاسفانه حتی هیجان جنسی شاید متاسفانه میشه گفت اینجا، به خاطری که environment انقدر اوپن شده، همینطوری که شما گفتین، هم در آمریکا هم در ایران، همه جای جهان، و روابط جنسی دیگه تابو نداره. ما این هیجان ها رو خیلی وقتا اشتباه میگیریم با عاشق شدن. درست. و تصمیم میگیریم که خب من با این طرف علاقه دارم و چقدر الان رابطه داره خوب جلو میره، منم که قبلا رابطه جنسی هم که داشتم مثلا هیچ اشکالی نداره، از همین الان رابطه جنسی رو معرفی میکنیم به این رابطه. حالا باز یادآور میشم که این رابطه رو ما به قصد ازدواج داریم میریم توش. این نیست که فقط بخوایم فان داشته باشیم. و از اون ور وقتی که من میبینم که ازدواج خیلی سخت شده و اینکه کسایی هم که ازدواج کردن خیلی به طلاق داره کشیده میشه، چه سن جوان یا خیلی کسایی که دراز مدت هست که تو ازدواج هستن، این نشون دهنده یه پرابلم خیلی عمیق به نظر من هست که وقتی که بخوام دنبالش برم ببینم که واسه چی اینطور شده، این برمیگرده به کانکشن خراب.
یعنی موقعی که باید روی رابطه کار می شده که یه رابطه و کانکشن درست ایجاد بشه که بتونه به عنوان یه رابطه دراز مدت مثل ازدواج درست جلو بره، یه جا گیر میکنه به خاطری که این مراحل رو طی نکرده. درسته. اگر که ما این مرحله اول رو طی بکنیم بریم جلو و اینکه دست برداریم از رابطه جنسی، چون که تمام رد فلگ هایی که ممکنه، یعنی اصلا خود این ترشحات هورمونی و نوروترانسمیترهایی که شروع میکنه کار کردن در مغز ما که ما رو گول میزنه فکر بکنیم که عاشق هستیم، پس اگه رابطه جنسی هم داشته باشیم عیب نداره. خود این ساینتیفیکلی معلوم شده که قضاوت‌های ما رو ضعیف میکنه. یعنی اون چینجایی که ما داریم در بدنمون حس میکنیم از لحاظ فیزیولوژیکلی، قضاوت ما رو پایین میاره و حتی اگر رد فلگ به فارسی چی میشه؟ علامت خطر. علامت خطرهای قرمز رو ما اصلا سفید یا زرد میبینیم یا اصلا نادیده میگیریم به خاطر اون هیجانی که داریم. یه چیز دیگه هم هست، خیلی مواقع خیلی زود رفتن توی یک رابطه جنسی. حالا من این لغت رو نمیخوام، ما از اول گفتیم که هیچ قضاوتی نمیخوایم بکنیم، ولی دارم میگم برداشتی که از بیرون هستم هست. طرف میگن که طرف چقدر سبکه، یا مثلا یعنی توی نظریه اون شخص میتونه چنین چیزی بیاد که من اینو خیلی زود به دستش آوردم و شاید اون ارزشو نداره این رابطه. اگه من تونستم انقدر زود با این بتونم برم تو رخت خواب و باهاش باشم و عشقشو بکنم و اینا، سوای این که اگر بخوان همدیگر رو یک به یک خوب بشناسن و صمیمیت درست رو یا اون اینتیمیسی رو بخوان درست بکنن، اصلا یادشون میره. میدونی؟ بله. و طرف میگه که خب این اگر من انقدر زود اینو به دست آوردم، این یعنی خیلی هم منتالیتی ایرونیه. اینو بگم که اگه من به این زودی تونستم با این برم تو رخت خواب، پس ببین چندین نفر دیگه تونستن با این کارو بکنن. اینم هست که یه دونه به قول معروف رد فلگ دیگه است که اصلا نمیذاره طرف رو بشناسه. بعد از یه مدت هم میگه که خب من که عشقمو کردم، حالا برم به یه زنی پیدا کنم که یا شوهری پیدا کنم که برای من درست حسابی باشه و انقدر زود ول نده به قول معروف. خب ببینید نوشین جان، اون همین این طرز فکر خودش نشون دهنده اینه که اون کانکشنی که باید درست بین دو نفر باشه نبوده و روابط جنسی رو داشتن، به خاطری که اون اصلا در مرحله اول پیش نمیاد. مرحله دوم که یعنی این با اینکه ما فکر میکنیم که عشق یه چیز غیر قابل پیش بینیه و باید بریم جلو و ببینیم چی میشه، علم سایکولوژی و فیزیولوژیکلی به ما اینو داره نشون میده. این گفته دکتر جان گاتمن هستش که کاپل ها رو بیشتر از 25-30 سال یه لب دارن به اسم لاو لب که کاپل ها رو استادی میکنن و ازدواجایی که داره به هم میخوره و برای تراپی پیش ایشون مراجعه کردن، اینا استادی شده و اینا چیزاییه که به عنوان ایشون قبلا ساینتیست بودن، بعدن رفتن توی کار روانشناسی. برای همین خیلی دیتا رو قشنگ میتونن جمع آوری بکنن و ربطش بدن. از به گفته ایشون میگن که به عوض ما فکر میکنیم که عشق غیر قابل پیش بینیه، ولی کاملا برعکسه. چون که یه علمیه که یه علمی پشت ساختن یه رابطه جلوه و این چیزی که شما میگین که الان مثلا اصلا طرف فکر میکنه که اینو خیلی زود سکس رو به دست آورده، برای همین اصلا این رابطه چرا به دست نمیاد، به خاطر که اون اصلا اون اتچمنت، فرضیه وابستگی رو که الان بریم روش، که من اینو بیشتر دوست دارم بگم همبستگی تا وابستگی، چون که وابستگی بعضی وقتا نگاتیوه، چون که هنوز با همدیگه اون وابستگی سیکیور رو که بین سیکیور و اینسیکیور اتچمنت درست نشده. این قضاوت ها هم توی
رابطه میتونه باشه. چون که مرحله دوم اگر که ما اون هیجان و اون قسمت‌های اول رابطه رو بتونیم طی بکنیم و جلوگیری بکنیم از روابط جنسی، تازه میرسیم به مرحله دوم که ایجاد اعتماده. یعنی تازه تراست اینجا بیلد میشه که سوالایی که درون خودمون داریم از خودمون میکنیم با چیزایی که داره پیش میاد توی این مرحله، آیا این آدمی که با من دارم دیت میکنم با من همراه هست؟ آیا میتونم بهش اعتماد بکنم؟ آیا آدمیه که میتونم روش حساب بکنم در رابطه؟ اینا سوالایی که از خودمون داریم میپرسیم و بیشتر اینم باز استادی آقای دکتر جان گامل نشون میده که بیشتر چالش ها و مسائل اوایل ازدواج به خاطر همین سکیور یا اینسکیور اتچمنت هستش که کاپلای تازه ازدواج کردن با هم دیگه دارن، چون که این قسمت دوم یه جایی یه ذره لنگ بوده. درسته. که اون تراست اونجوری که باید جلو نرفته. بعد وقتی که درست جلو نره، عشق همراه میشه با نارضایی، غمگینی، ناامیدی و خشم و عصبانیت. درسته. حالا شما فکر بکنید که اگه رابطه جنسی این وسط بوده ولی من همچین احساسایی از لحاظ کانکشن به هم دست میده، برای همین درست مثل ساختن یه خونه است که ما آجر به آجر باید بریم بالا. درست. وقتی که رابطه جنسی میاد این وسط، مثل اینه که توی اون سیمانایی که داریم میریزیم یک عالمه آب قاطی میشه، این اصلا درست به هم دیگه جلو نمیره. آجرها همه جا به جا با هم پایش خرابه. پایش خرابه. آره. پایش خرابه. درسته. و شله. درسته. برای ایجاد اعتماد باید بهترین رو در قلبمون برای همدیگه بخوایم. یعنی باید اون اتچمنت، با اینکه حتی اگر با همدیگه افکارمون فرق میکنه، توی جاهایی با همدیگه گفتگو داریم، بگو نگو داریم، ولی باید در قلبمون بهترین رو برای همدیگه بخوایم. یعنی این یه چیزیه که تراست رو به وجود میاره و اینکه با هم اعتمادو و اینکه با هم دیگه توی همه مراحل زندگی که الان با هم توشیم همدرد و دوست باشیم. یعنی وقتی که شما ناراحتین، تمام دنیا برای من وای میسه و من فقط وسط هر کاری شما میشین پرایورتی من به شما گوش میدم و شما رو درک میکنم و به شما نشون میدم که من با شما همراهم. این نوعای مختلفیه که تراست تو رابطه پیش میاد. حالا میخواین اینجا یه ذره صحبت کنیم بعد بریم مرحله قبل. نه خیلی من دوست دارم اینو، جزو یکی از چیزای مهم کتاب خودمه، تراست. چون که همیشه انقدر این مهمه که ما اعتماد داشته باشیم به اون طرفی که تو زندگیمون هست که اصلا قابل قبول نیستش. و اینکه احساس راحتی بکنین وقتی که شما به یه نفر تراست دارین، اطمینان میکنین، اینه که میتونین تمام درد دلاتون رو بدون اینکه قضاوت بشین با یک نفر با عشق شریک باشین و احتیاج نداره. یعنی توی یک رابطه زناشویی میدونم که خانوما به خصوص یا آقایون خیلی دوست دارن یه سری صحبتاشون رو با همجنسان خودشون بگن. یعنی خانوما میشینن دور هم تو گروه‌های مختلف با هم دیگه درد دلاشون رو میکنن و این مثل تراپی میشه. یه دونه ناهار که شما با دوست دختراتون میرین بیرون یا با دوست پسراتون آقایون، مثل تراپی میشه خیلی وقتا. ولی چقدر زیباست اگر اون رابطه رو شما بتونین توی زوجتون، حالا چه خانم هست یا چه آقا هست، هرچی هست، توی اون داشته باشین به جای اینکه بخواین بریم با دوستاتون و افراد دیگه صحبت کنین. یعنی انقدر احساس آرامش و راحتی و همون تراست داشته باشین که من اگر ناراحتی دارم با همسرم میتونم صحبت بکنم و اون منو میتونه قضاوت نکنه و میتونه کاملا منو درک کنه. یه چیزی که آقایون باید خیلی مواظب باشن اینه که آقایون افرادی هستن که همیشه راه حل رو میخوان نشون بدن و خانوما درد دل میخوان بکنن
اگر از روز اول توی همون وقتی که دارن همدیگر رو میشناسن به عنوان یک کوپل، به یک زوج، آقایون یادشون باشه که خانم که داره باشون صحبت میکنه بهش وقت بدن صحبت کنه، بهش راه حل نشون ندن و خانوم هم بتونه به راحتی درد دلشو بکنه. بله. این یه باعث میشه که اینا یه رابطه خیلی نزدیک از اون اول بتونن دوستانه شروع بله. کنن و چی زیباتر از این نیستش که یک دختر و پسر یا یک خانم و آقای، حالا در هر سن و سالی که هستن، زوج خودشون رو که پیدا میکنن در اصل با دوست صمیمی خودشون دارن ازدواج میکنن. باید اینطور باشه. آره، ولی خب خیلی وقتا هم متاسفانه نیست. خب ببینید نوشین جان، این همین حرفه که شما دارین میزنین من کاملا باش موافقم و این رو همین پایه‌های درست تشکیل دادن رابطه جلو میره. درسته. و کانکشنی که ایجاد میتونه بشه رو همین اینه که ما با همدیگه این گفتگوها رو داشته باشیم. درسته. و اگر که من نمیتونم vulnerable باشم، نمیتونم خودم رو باز بکنم، مخصوصا برای آقایون، واسه جنس مخالف برم رو خودم کار کنم ببینم این از کجا میاد و چرا. اینجا جای خوبی فکر کنم باشه که اینو منشن بکنم. یه چیزی که الان به خاطری که باز از لحاظ روابط جنسی جامعه ها همه خیلی باز شده، بعضیا یعنی آرگومنتیه که من همیشه میشنوم، اگر که ما رابطه جنسی رو با هم دیگه اکسپریانس نکنیم، بعدن اگه ازدواج کردیم دیدیم رابطمون خرابه، از این نظر چی؟ خب یعنی یه چیزیه که خیلی زیاد گفته میشه. درسته. چیزی که من میخوام بگم که این درست کاملا برعکس واقعیته. به خاطری که شما ممکنه قبل از ازدواج یه رابطه جنسی خیلی خوبی بتونین به خاطر همون هیجان‌های هورمونی و چیزایی که در اصل آدم بدن خودش با خودش داره گولش میزنه، اصلا ربطی به اون طرف هم زیاد نداره، رابطه جنسی خوبی کسی داشته باشه ولی بعد از ازدواج رابطه جنسیش خیلی بد باشه. چرا؟ به خاطری که ازدواج یک چیز سیکردیه، واقعا یه رابطه هولی و روحانیه و از لحاظ اون چیزایی که در زندگی پیش میاد که دو نفر با هم دیگه قراره طی بکنن، که این پایه و اساس و احتیاج داره که بتونه درست بره جلو. وقتی که رابطه جنسی بوده فقط یعنی از اول رابطه جنسی بوده و اصلا خیلی از اشخاص و اصلا رابطه رو فقط به اون اکسایتمنت روابط جنسی اصلا میشناسن و اون زود خاموش میشه. وقتی که ازدواج میکنن میبینن چرا خاموش شد. ولی کسایی هستن که حالا به خاطر مذهب یا به خاطر کانسرواتیو بودن اخلاق خانوادگی دست برداشتن و این روابط جنسی رو نداشتن، پس اکسپریانسش نکردن دیگه. درسته. ولی به خاطری که کانکشنشون خیلی درست و عالی بوده، بعد از ازدواج نه تنها هیچ پرابلم سکشوالی وجود نداشته و کما این که وقتی که کامپر میشن با کسایی که سکس لایف خیلی زیادی داشتن قبل از ازدواج، اصلا نمیتونی کامپر بکنی. میبینی که اون کسایی که این روابط رو نداشتن الان ازدواج‌ها و سکس لایف‌های خیلی موفق تری دارن. پس این آرگومنت فقط یه چیزیه که ما به خودمون میدیم که اجازه بدیم که این کار رو انجام بدیم. درسته. واقعیت نداره. نه، خیلی بچه جوان میگن خب من باید اینو امتحانش بکنم که تو اتاق خواب چطوره. Right. ولی موضوع اینه که اگه شما واقعا دو نفر واقعا همدیگر رو دوست داشته باشن از ته قلب، That's right. تمام این احساسات خیلی میاد، یعنی خیلی به حالت طبیعی میاد بیرون. That's right. البته برمیگردیم به یه چیزایی که خب یه وقتایی هم یه نفر واقعا بلد نیست یه سری چیزا رو، مثلا شاید بلد نیست درست ببوسه یک نفر رو، کجا رو لمس بکنه. مثلا هر کسی دوست داره یه جایی بدنش لمس بشه مثلا که بیشتر لذت ببره. ولی وقتی که روابط با هم دیگه صمیمانه است و درسته، That's right. ما میتونیم به اون پارتنرمون بگیم که من از این کاری که تو بکنی با من بیشتر لذت میبرم
وقتی که شما یک نفر رو دوست دارین بهش احترام میذارین به خواستش، پس سعی و کامل آره و باز تراست. درسته، و سعی کاملتون رو میکنین که برای هر کاری بکنین که اون کسی رو که دوست دارین همیشه هپی ببینین و همیشه خوشحال ببینین. و یکی از خوشحالیات که خیلی مهمه اینه که از نظر سکسی، از نظر با هم صمیمیت بودن جنسی هر دو نفر ارضا بشن. و این اساس دینی هم خیلی مهمه. فکر میکنم میرم در جودائیسم، در دین یهودیت، یکی از مهمترین چیزهایی که یک مرد برای یک زن انجام میده، به جز اینی که یک خونه درست و باید درست بکنه، باید از نظر سکسی اون زن رو حتما ارضا بکنه، که یعنی به قول معروف میگن پیش خدا رو سفید باشه. و این فکر میکنم در خیلی ادیان خواهد بود، اگه بخوایم حتی از نظر دینی بریم جلو. بله. از نظر دینی یه جور دیگه هم بریم جلو که من باهاش صحبت میکردم، از نظر کبالا. آره، از نظر کبالا، وقتی که افرادی که با افراد مختلف در طی سالهای مختلف چیز داشتند، نزدیکی‌های جنسی داشتن، اینا وقتی که نزدیکی جنسی هست در اصل دو تا روح در یک بدن میره و این اثرش در روح طرف و بدن طرف، یعنی فیزیکال بدن طرف میمونه. و این هم هست، این هم یه چیز دیگه است که بایستی که مواظب باشیم. آره. بله. هم از لحاظ روحانی اثر میذاره، هم از لحاظ فیزیکلی و ایموشنالی. درسته. اینجا نوشین جان یه چیز دیگه هم که فکر میکنم مهمه روش تاکید کنیم اینه که وقتی که اگر که بازم تاکید میکنم داریم راجع به رابطه‌ای که قصدمون ازدواجه، وقتی که توی این مراحل هستیم و این نزدیکی داره پیش میاد، خیلی نرماله، کامنه که روابط جنسی رو دلمون بخواد. ولی باز اگر که بخوایم درست این پایه ها جلو بره، باید خودداری کنیم از این کار. یه چیزی که اینجا میخوام روش خیلی تاکید کنم اینه که فرمون این ماشین یا بگم لم این کار دست خانوماست. بله. به خاطری که سکشوالیتی مرد با زن با هم فرق داره. بازم الان تو جامعه زندگی میکنیم که همه چی رو برعکس واقعیت داره به ما یاد میده. بله. ما همه ایکول هستیم، خانوما مثل آقا همه با هم دیگه فرقی ندارن. اینا سوشال کانستراکته که ما فکر میکنیم با هم فرق داریم، ولی همچنین نیست. این یک علمه و معلوم شده. خانم ها و آقایا سکشوالیتیشون با هم دیگه فرق داره. برای همین وقتی که تو رابطه هستیم و به مراحلی داره میرسه که نزدیکی به جایی رسیده که هر دو طرف احساس میکنن که میخوان روابط جنسی داشته باشن، باز تاکید میکنم حتی اگه قبلا روابط جنسی این هر دو نفر داشتن با اشخاص دیگه، ولی الان میخوان که توی این رابطه‌ای که هستن رابطه مدت طولانی براشون بشه و به ازدواج برسه، باید جلوگیری بکنن از روابط سکشوال و لمش بیشتر دست خانوماست، به خاطری که سکشوالیتی خانوم‌ها یه جوریه که جلوگیری بیشتر میتونن بکنن از این کار. و یک چیزی رو یعنی میخوام خانوما بدونن که چه کلید مهمی دستشونه، چون که بعضی وقتا هم یعنی برای من تو کارم زیاد پیش میاد که خانم‌های جوان مخصوصا احساس می‌کنن که اگه این کار رو انجام ندن رابطه رو از دست میدن. آره، خیلی این فکر رو اگر که رابطه قراره به خاطری که شما روابط جنسی نمیخواین داشته باشین با کسی قبل از ازدواج بخواد به هم بخوره، اون رابطه‌ای که نیست که داره درست جلو میره و 100% ازدواجتون به هم میخوره. اصلا همون بهتره که همون اول به هم بخوره. بهتره که اون شخص همین الان بذاره بره. درسته. برای همین و بیشتر اینم بیشتر میگم که برای یک مرد خیلی راحت تره که بدون احساس حتی بتونه رابطه جنسی داشته باشه. ولی خانوم ها اگه با اصل خودشون در رابطه باشن، یعنی ترامایی نبوده باشه، پرابلمای چایلدهود ترامایی چیزی نداشته باشن و واقعا به عنوان یه شخص سالم توی یک رابطه باشن، برای همین اون
روابط جنسی رو خیلی راحت‌تر میتونن در کنترل باشن که به آقا اجازه ندن که همچین چیزی پیش بیاد، به خاطر اینکه رابطه درست جلو بره. اینجا هم آقاها بعض دیدم که احساس میکنن پس از روابط جنسی داره یه نوع کنترل میشه دست زن. نه، این موضوع کنترل که رابطه رو کنترل کنی، نه اونو کنترل جلوگیری از یک چیزی که خیلی معمولیه و کامنه و با ارزشه و خوبه، ولی به موقع درستش باید پیش بیاد توی رابطه. درسته خیلی خوبه. ببینیم حالا دوستان گوش میدن یا نه. جوونا میگم من تو کار خوشبختانه با کسایی که کار میکنم میبینم که این واقعا کار میکنه. یعنی رابطه‌ای بوده که جلوگیری کردن و به هم خورده و الان چقدر خانم خوشحاله که این کار رو انجام نداده و بعداً که برگشته رو خودش بیشتر کار کرده و اون تراماهای بچگی و این چیزا هم روش کار شده، متوجه شده که اصلا این از کجا سرچشمه پیدا میکرده که احساس میکرده باید این کار رو تو رابطه انجام بده، اگه نه از دست میره. اون یه abandonment ایشوه که ما داریم که میترسیم ترک بشیم. پس من به هر خرجی هر کاری انجام میدم که ترک نشم. آره، که طرفو نگه دارم. و این باز برمیگرده به مهم بودن اینکه قبل از ازدواج چقدر مهمه که دو نفر حتما هم خودشونو بشناسن، هم رو خودشون کار بکنن و هم که با هم دیگه ببینن یه روانشناس رو هر طور شده برای قبل از ازدواج. حتی اگه فکر میکنن که احتیاجی نیست، من فکر میکنم هر کسی احتیاج داره. یعنی تو هر استیجی که هست، چه ازدواج اول چه ازدواج دوم، یعنی منظورم چه در سن جوونی چه در سنهای بالا. بچهای امروز فکر میکنن که همه چیز رو روی اینترنت و توی تلویزیون و این ور اون ور و اینا حالشونه، ولی اصلا چنین چیزی نیست. زندگی بالا پایینای خودشو داره. هر کسی با بک‌گراندی که میاد تو زندگی، از خانواده‌های مختلفی که میاد، اون خیلی مهمه. و من همیشه تاکیدم اینه که وقتی که دارین، حالا سوای این که اون حالا راجع به سکس و اینا رو اصلا نمیگم، من خیلی برای من مهمه که یک دختر و یک پسر وقتی که توی فکر ازدواج هستن حتما برن تو خانواده‌های همدیگه. بله. و مدت‌ها همدیگه رو، هم خانواده رو بشناسن هم طرف مقابل رو، برای اینکه یک نفر از زیر بوته علف سبز نشده اومده خواستگاری شما یا اینکه بخواد تو زندگی شما بیاد با شما ازدواج کنه. یک دختر خانم یا آقا پسری که میخواد با شما ازدواج بکنه یه خانواده داشته، یه بک‌گراند داشته، یه جور به خصوصی بزرگ شده. همیشه هم میگم حتی غذا خوردن سر میزشون رو نگاه کنین، ببینین آیا اینا با هم غذا میخورن، آیا جدا جدا غذا میخورن، ظرفاشون اصلا چی کار میکنن. یعنی ور میدارن، میگن، حرف میزنن سر میز. چون حرف سر میز خیلی مهمه. حرف سر میز خیلی مهمه، برای اینکه همونوش یادتون باشه شما در زندگی آینده اون چیزایی که یاد گرفتین رو ادامه میدین. و اگه از یک خانواده‌ای باشین که مثلا هیچ وقت با هم دیگه صحبت نمی‌کردن، رفتین توی خانواده‌ای که تمام بحثشون سر میز غذاست، این برای شما یه کمی ثقیل خواهد بود، باید عادت کنی. و خیلی اشکالات و خیلی چیزای چی میگن راه حل‌های مختلف سر میز غذا هم شروع می‌کنه راجعش صحبت شدن. اینم جزو چیزای مهمه. حالا ما از سکس رفتیم به این، ولی همش ربط داره. برای ساختن پایه و اساس صمیمیتیه که توی یه دونه ازدواج باعث میشه که اون ازدواج استوارتر و پایدارتر باشه است. بله. خب یه چیزایی هم که فکر میکنم مهم باشه بهش اشاره کنیم، من به شما میگم نوشین جون، خانم دکتر نوشین جون، خانم دکتر عزیز، راجع به ایجاد کردن تراست، برای درست کردن اعتماد،
اتونمنت با همدیگه خیلی یکی بودن با هم، یعنی همدیگه رو تونستن هم درک کردن، باشن. هم فاز بودن خیلی مهمه. و چجوری این اتونمنت پیش میاد اینم باز لغت اتونو اکرونیمشو اینم باز از آقای جان گاتمن، دکتر جان گاتمن اینا رو چیز کرده. من انگلیسیشو میخونم بعد ترجمه فارسیشو براتون میگم. A is awareness of pain. T, tolerance of two views or emotions. The second T, turning towards each other. U is understanding your partner. N is non-defensive listening. And E is empathy. که من ترجمه فارسیشو در آوردم میشه آگاهی از ناراحتی‌های همدیگه، تحمل این که در هر سیچویشنی که ما با همدیگه یه ناراحتی داریم دو دیدگاه و دو احساس وجود داره. فکر نکنیم که فقط رو مال خودمون تاکید بکنیم. این برمیگرده به همون این که قضاوت نباید کرد طرف رو و فقط بهش گوش داد و بفهمتش. right. رفتن به سمت همدیگه، ایشون بهش میگن turning towards each other، یعنی اینکه رفتن به سمت همدیگه به منظور این که وقتی که یه اشکالی هست به عوضی که بخوام قهر کنم در برم 2 روز اصلا با طرف صحبت نکنم، بریم به طرف همدیگه و بشینیم با همدیگه راجبش صحبت بکنیم. البته ببخشید اینو دارم میگم وسطش، اینا باز برمیگرده به اخلاق خانوادگی. اخلاق خانوادگی و اینکه همون ترومایی که شما گفتی که از بچگی طرف داره، یه نفر که از بچگی تروما داشته و حتی از بچگی بهش اجازه ندادن که صحبت بکنه، در ازدواجش هم پرابلم خواهد داشت. چون نمیتونه نزدیک بشه به طرف. بله، پس این هم باز برمیگرده که اگه ما داریم رابطه سالم میخوایم درست بکنیم که دراز مدت طول بکشه و به ازدواج بتونه برسه، یعنی اینکه ما خودمون باید با ورژن سالم خودمون در رابطه باشیم. وقتی که خودمون از لحاظ روحی، روانی، عاطفی سالم باشیم میتونیم یه رابطه سالم درست بکنیم. پس اگه هر جا داریم میبینیم که این پله ها درست جلو نمیره، باید بریم دنبالش، بفهمیم چرا، رو خودمون کار بکنیم، بعد دوباره برگردیم توی رابطه. هیچ وقت هم دیر نیست. مردم فکر میکنن دیره. و به همین دلیله که من وقتی که با زوجها کار میکنم، خیلی تراپیستا برای individual work میگم با تراپیستای دیگه باید کار بکنی. اگر تراپیستی بتونه هندل بکنه، اگه اون هر تراپیستی آزاده هر جوری که براش راحته کار کنه، من این کارو نمی کنم. اگر که هر 2 نفر براشون اوکی باشه individual therapist نداشته باشن، الان زوجی پیش منن، من هم ایندیویدوالی باشون میتونم کار میکنم، هم با زوجشون، چون که توی زوج میبینم داره چی پیش میاد و این پایه ها کجاش پرابلم داره، میتونم ایندیویدوالی کمکشون بکنم که روی خودشون برای اون چیز به خصوص کار کنن و بعد دوباره توی اون قسمت رو توی زوج که نگاه میکنی تو رابطهشون میبینی که چقدر بهتر شده. این خیلی درسته، به خاطر اینکه منم همین کار انجام میدم و یه دلیلش هم اینه که وقتی شما پلوی تراپیستای دیگه میرین، ببین هر تراپیستی بالاخره از وجود خودش هم مایه میذاره توی اون رابطه ای که با اون کلاینتش داره و وقتی که شما با یه تراپیست دوتاییتون میرین و هم به انفرادی میبینین طرف و هم با هم دیگه اون رو میبینین، اون تراپیست مثل یه دونه میدییتر، مثل یه میانجی میشه بین شما دوتا. چون خیلی وقتا یک زوج چه با هم ازدواج کردن و چه با هم ازدواج نکردن، زبون همو شاید اصلا نفهمن، میدونی، به خاطر بک‌گراندی که دارن. حتی وقتی که سالیان سالم با هم هستن، چون یاد نگرفتن که واقعا درست به هم دیگه گوش بدن، بازم احتیاج دارن یه نفر براشون ترجمه کنه این حرفای همدیگه رو و این خیلی خوبه که شما این کارو میکنی. بفرمایید، ببخشید که وسط پای رهنه من میدوام وسط. نه خواهش میکنم. موضوع شما گفتین مثل ترجمه کنن، ترجمه کردن حرفاشون رو براشون ترجمه بکنه و اینکه یاد بده که تو خودت چرا نمیفهمی این داره چی میگه، اون از کجا باز سرچشمه پیدا میکنه، که یعنی
کار تراپی خوب اینه که یه روزی منو دیگه لازم نداشته باشی. بله. تراپی رو دیگه لازم نداشته باشی. اون تراپیست بتونه آگاه بکنه ما رو نسبت به خودمون و چیزی که در رابطه میگذره و خودمون بتونیم هندل بکنیم بریم جلو از اون به بعد. یه چیز دیگه همون نان دیفنسیو لیسنینگ جزءتون هم میشه شنیدن غیر دفاعی. شنیدن غیر دفاعی یعنی که من وقتی که دارم گوش میدم یه ناراحتی شما دارین، فقط دارم گوش میدم درک کنم ناراحتیتون چیه، همونی که شما گفتین، بدون اینکه دنبال جواب باشم تو مغزم که حالا جواب به شما چی بدم که از خودم دفاع بکنم یا اینکه بخوام راه حلی رو به شما بدم. نه، non defensive listening یعنی اصلا من فقط دارم به شما گوش میدم. و این خیلی سخته، این کار آسونی نیست، به خصوص بعضی ها هستن که اصلا به خصوص در مورد، یعنی اصلا کرکترشون اینجوریه که نمیشینن اونجا به شما گوش بدن. یعنی کلمه اولی که حرف میزنی جواب داره. آره جواب داره و اصلا نمیذاره که شما حرفتو تموم کنی. حرفت هم که تموم کردی یه جواب پرت و پلایی بهت میده که اصلا شما نمیخوای بشنوی. ما هی داریم میگیم توی ازدواج به خصوص شنونده باید باشین، خیلی مهمه. شنونده بدون قضاوت، شنونده ریسیور به قول معروف که فقط بفهمین که طرف داره چی میگه. یه وقتایی آدم دلش از یه جایی پره، میخواد به پارتنرش بگه حالا اگه اینا از همون قبل از اینکه به قول معروف عقدو بکنن یاد بگیرن که چجوری به هم دیگه گوش بدن، چجوری با هم دیگه رابطه برقرار کنن، ببین چقدر مهمه. خب بعد حالا اینجا یه چیزی که وقتی که روابط جنسی باشه خیلی وقتا اون میشه یه نوع کراچ. بله. که حالا دعوا کردیم یا این پرابلم ها هست، ولی حالا میریم یه رابطه خوب جنسی با هم دیگه داریم، اصلا همه چی فراموش میشه و بر نمیگردیم نگاه کنیم ببینیم پرابلم چی بود. پس اگر که رابطه جنسی حالا در این وسط نباشه، مجبور میشیم نگاه کنیم ببینیم الان چه لغزشایی داره پیدا میکنه روی این مراحل که باید جلو بره و بریم روی اون پایه ها کار بکنیم. درسته. این ببین همون با هم داشتیم صحبت میکردیم، یک مواقعی هستش که روابط جنسی چشم طرف رو کور میکنه، مثل این که میگن یارو عاشق کوره. همیشه اینه. آره عاشق کوره، ولی روابط جنسی هم اگه یک لذتی از اون ببره بازم همون چیزو داره که طرف نمیتونه عیبای شخص رو ببینه. ما هممون عیب داریم، فرق نمیکنه از کجا اومدیم. خب اتفاقا من به نظر من عشق واقعی کور نیست، اون همون هوس یا احساسای جنسیه که میاد ما رو کور میکنه. همون دیگه. اگر که عشق این مراحل رو درست بریم. خوشم میاد از این لغت هوس. واقعا خب هوسه. آره. اگه من این مراحل رو طی نکردم، اون طرف رو واقعا نمیشناسم و پایه‌ها ساخته نشده، من از چیه این اصلا خوشم میاد؟ آره. یه چیز هوسه دیگه. درسته. نه عشق واقعی این پله ها رو رفته آره. جلو. آره. خیلی هم قوی تره. exactly. درسته. حالا وقتی که تراست و اینا همه ست میشه، اون دو مرحله دوم رو میریم جلو، تازه مرحله سوم میشه ایجاد تعهد و وفاداری. به به. یعنی این باز خودش یه مرحله‌ایه که باید جلو بره که همچین چیزی کامیتمنت و لویالتی توی رابطه درست بشه که بعد همدیگر رو اینجا با ارزش و عزیز و دوست داشتنی میدونیم، همدیگر رو گرامی میدونیم و قدردانی میکنیم از این رابطه‌ای که داریم به وجود میاریم. اگه درست جلو نره، نارضایی رو پرورش پیدا میکنه و به خاطر کمبودایی که احساس میکنیم با همدیگه شروع میکنیم ناراحتی داشتن، کمبودی ها رو حس میکنیم. جر و بحثا شروع میشه. حالا تازه یه دقیقه ببخشید من یاشون چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. خب اوکی. یعنی یا ایجاد یک عشق عمیق همیشگی رو داریم درست میکنیم، یا یواش یواش شروع به یه زندگی پر از خیانت روحی و روانی که به هم دیگه فقط داریم آسیب میزنیم. یعنی اون وقتی که تراست اون پله های اول درست میشه، تازه الان روی پیدا کردن تعهد و وفاداری باید کار بشه. این گفتی خیانت روحی روانی چیه؟
خیانت روحی و روانی اونم یه چیز دیگه است که با کاپلا خیلی پیش میاد. مثلا خیلیا که تو ازدواج هستن که الان میبینن ناراحتی تو ازدواجشونه، نمیدونن چرا، مثلا فکر میکنن خب من که خیانت جنسی که نمیکنم، خرجم که مثلا هیچ برای خانوادم انجام میدم، همه چی باید اوکی باشه. خیانت روحی روانی خیانتیه که من از لحاظ کانکشن با سپاوسم اون نزدیکی رو ندارم و یه جا دیگه دنبال اون کانکشن ها میگردم، با اینکه من هیچ نوع خیانت فیزیکی در رابطه وجود نداره، ولی من از لحاظ کانکشنم اگه به کسی دیگه علاقه من بشم یا حتی ترجیح بدم با دوستان باشم تا با خانومم باشم، با شوهرم باشم، اینا خودش همه خیانت برای یک ازدواج مثل خیانت میشه. یکیش رابطه‌ای که خیلی هم میبینیم ما، خانم یا آقا از خانم، یعنی از زن و شوهر خودشون همین که گفتی اون حمایت رو نمیگیرن و یک نفر از جنس مخالف تو زندگیشون میاد علاقه‌مند میشن و به هم علاقه‌مند میشن، برای اینکه اون طرف شنونده خوبیه، حتی با هم دست به دست هم شاید نزنن ولی میتونن ساعتهای ساعت بشینن و با هم دیگه صحبت کنن و درد دل بکنن، با اینکه دو نفر هستن از جنس مخالف و تمام اون به قول معروف میگن ارضا شدن احساسی دارن از یک طرف دیگه میگیرن. That's right. و درسته که منم نمیدونم، من اسمشو خیانت معمولا نمیذارم ولی میتونم بفهمم که چرا میگی خیانته. ولی از لحاظ یک ازدواج، یعنی باز میگیم آره. اگه داریم راجع به ازدواج صحبت میکنیم، خب یعنی این نیست که طرفو نمیخوایم محکوم کنیم، یه دلیلی بوده که اینطور پیش اومده، ولی این یه نوع خیانت احساسیه. درسته. بعد باید ببینید وقتی چنین چیزی پیش میاد در یک رابطه، و من مطمئنم که در خیلی از ازدواج‌ها داره پیش میاد یا اومده، خواهش میکنم آگاه باشین که چرا خانم شما یا شوهر شما داره با یک نفر دیگه از جنس مخالف نزدیک میشه و این صحبت ها رو داره میکنه. با هم تو رخت خواب نمیرن، با هم کاری نمیکنن که شما فکر کنین که اقلن، یعنی بدنشون مال شماست اگه بخواین یعنی فکر کنین، ولی اون چیزی که بسیار مهمه احساساته و اونا دارن احساساتی رو که شما نتونستین باهاش کنار بیاین و براشون پر بکنین جاشو، دارن با یک نفر دیگه شریک میشن و این متاسفانه لطمه زیادی میتونه به یه زندگی برسونه. ولی اگه شما آگاه باشین و برین کمک بگیرین و رو خودتون کار کنین، میتونین درستش بکنین و رابطتون رو با اون پارتنرتون درست بکنین. بله. و این روابط هم یادتون باشه که رو بچه هاتون تاثیر خیلی زیادی میگذاره. در نتیجه اگه فقط به فکر خودتونم نیستین، میگین که بابا ولش کن، حالا از ما یه چیزی گذشت و حالا که اهمیتی نیست و حالا زنم هم بره با یکی و شوهرم هم بره با یکی و اینا، یادتون باشه بچه هاتون اون وسط له و لورده میشن، هیچ فرق هم نمیکنه چه سن و سالی هستن. اگر شما متعلقه باشین و این روابط رو داشته باشین خیلی فرق میکنه تا اینکه تو ازدواج باشین و این روابط رو داشته باشین با جنس مخالف. و اینم هیچ، میگم من اسمش رو شاید خیانت نذارم، میگم دوستی پلوتانیک ولی در اصل میتونه یک خیانت باشه، همونجوری که شما داریم میگین در یک رابطه زناشویی. فکر میکنم متاسفانه وقتمون داره به پایان میرسه. این بحث خیلی داغه. اگر دوست داشته باشین، شما وقت داشته باشین، خواهش میکنم که در هفته‌های آینده باز بیا و اینو ما میتونیم ادامه بدیم یا بهش اضافه بکنیم مبحث‌های دیگر رو. خواهش میکنم اگر سوالی دارین حتما با الی جون یا من در تماس باشین. ما اینجا هستیم که به همتون کمک بکنیم از هر نظر، چه از نظر انفرادی و چه از نظر کاپلی یعنی زوجی. این برنامه رو به اشتراک بذارین حتما با دوستان و آشنایانتون، چون
همینطور که میدونین شما اگه بدون یه دونه ازدواج رو هم به قول معروف سیف کنین و بهش کمک بکنین، به خیلی کمک کردین. چون توی یک ازدواج فقط 2 نفر نیستن، بچه ها هستن، خانواده ها هستن، خانواده هایی که بعداً از اون خانواده پیش میان هستن و یه چیزی که از اول پایش درست بشه انشالله که به یه برج خیلی بلندی میرسه و یک زندگی خوب رو برای همه درست میکنه. در صورت خیلی خیلی ازت ممنونم. خیلی ممنون که دعوت کردیم. خیلی عالی بود. از طبق معمول خیلی ازت یاد میگیریم ما هر دفعه. مرسی، لطف داریم. مرسی از دعوتتون. خوشحالم که با هم دیگه این گفتگو رو داشتیم. خیلی خیلی روز و روزگار همه خوش، ویکند خوبی داشته باشین. 13 به در هم مبارک، انشالله خوش بگذره و برین سبزه ها رو گره بزنین، ولی زوجتون رو که انتخاب میکنین درست انتخاب بکنین. خداحافظ شما. روزتون بخیر. یا خدا.